در این قسمت از برنامه دنده 5 سارا بینی تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی سعی میکنه با یه HGV از جیسون پلاتو پیشی بگیره و دست تیپ به ماشینی که هممون منتظرش بودیم میرسه، یعنی BMW M3. ممکنه یه مشکل کوچیک براتون به وجود بیاد. پلیس، راههای عمومی و جریمه سرعت غیر مجاز. نگران نباش، همه چیز طبق قانون پیش میره. مطمئنم. این گروهبان اندی دیگل، سرپرست آموزش رانندگی پلیس ناتینگهمشایر و به ما کمک میکنه تا مهارت راننده های پلیس و با رانندگان مسابقه های سرعت مثل من مقایسه کنیم. کارمون رو با رانندگی پلیس شروع میکنیم. ما الان تو منطقه محافظت شده ایم. محدودیت سرعت 56 کیلومتره. شاید وین پیشرفت خوبی داشته باشه. پیشرفت خوب؟ یعنی میتونه ردشون کنه؟ لزوما نه، چون همه اینا بستگی به شرایط داره. وینس یکم تو جو مسابقه است. الان از ون سبقت گرفتیم. چون مسیر رو خوب میشناسه، خودشو آماده مواجهه با خطر میکنه و بعد از برنامه‌ریزی از موقعیتش با احتیاط استفاده میکنه. درسته. مرحله اول ارزیابی تموم شد و حالا وقتشه که سرعت رو 3 برابر کنیم. اون دید خوبی نسبت به پیچ کناری داره و الان داره چهارراه بعدی رو نگاه میکنه. حالا از کنار به ترافیک نزدیک میشه، منتظر علامت اونا میمونه تا مطمئن بشه که از وجود ما مطلع هستن. ویکی، به کاربرد آژیر توجه کن. موقع ورود به مهلکه آژیر رو عوض میکنیم و بلندگوها رو روشن میذاریم، چون صدا رو برای این مسیرها بازپخش میکنه. وقتی وارد مهلکه میشیم لازمه که نوع آژیر رو عوض کنیم و جایی که ترافیک بیشتره از آژیر جیغ جیغ استفاده کنیم. شما در جایی داشتی با سرعت 209 کیلومتر میرفتین، بعدش هم سرعت رو به 160 کاهش دادین تا از یه تقاطع با چراغ قرمز رد بشین. واقعا جالب بود. من هیچ وقت با این سرعت در جاده حرکت نکرده بودم. برای مامورای پلیس راحته، چون دائم موقعیت‌های خطرناک رو ارزیابی میکنن و ماشین رو تحت کنترل خودشون دارن که خیلی هم بی‌شباهت به رانندگان مسابقه‌ای نیست. من این اجازه رو نداشتم که پشت ماشین پلیس بشینم، به جاش سوار یه واکسال R8 شدیم. نمیتونم بگم چقدر هیجان زدم. آروم باش. عجیبه نه؟ سرعت مجاز 48 کیلومتره. سرعت چقدره؟ 60 تا. عالیه. دوست دارم به هم بگی که پشت سر چی داری میبینی؟ باشه. چند تا ماشین دارن میاد. یه خانم داره با سگش قدم میزنه، یه کالسکه بچه اونجاست، یه پیرمردم دیدم. عالیه. دقیقاً همونطوری که گفتی. خیلی خوب. اشاره نکن و لطفاً به خاطر من هر دو دستت رو روی فرمون نگه دار. اگه من با دستام اینطوری کنم، خب بعد چه کار کنم؟ این ور اونور کنم؟ آره، همونطور که قبلا گفتم باید چرخا رو هدایت کنی. این من اذیت میکنه، نمیتونم هدایتش کنم. مشخص بود که بعضی از روش‌های رانندگی من رسمی و طبق استانداردهای پلیس نبود. آینه‌هاتو فراموش نکن. آره. نمیتونم از تو اینا نگاه کنم. خدای من، فوق‌العاده است. و اما اندی چطور تو پیست من رانندگی میکنه؟ دستاتو در موقعیت 2:45 دقیقه نسبت به فرمون نگه دار. میخوام محکم بچسبی بهشون. بزن 3. حالا یکم با دنده 3 برو. به این پیچ خوب نگاه کن. به پیچ فرمونو 0 نگه دار. ماشین میکشه به راست، بعد دوباره خودش برمیگرده به چپ که همونیه که میخوای. عالیه. اینجا تو دنده 3 ترمز کن. تو ترمز دنده رو عوض کن. حالا معکوس باشه. قدرت بیشتری وارد کن که شاسی ماشین آره دقیقاً همینطور قدرت رو میگیره. خب همینه. اگه خواستی چپ و راست فرمون بدی راحت باش. درسته. مشکلی نیست. این یکی خیلی عجیب بود. آره یه وقتایی هست که ماشین منحرف میشه و تو باید بیشتر فرمون بدی که دوباره برگرده سر جاش. اگه اینطور شد در موردش حرف بزن. پیچ کناری. به زاویه پیچ نگاه کن، سرعتتو حفظ کن. دنبال جای خالی تو لاین بغل میگردیم. میایم توی خط صاف، میزنی دنده 3. حواسمون به پیچ هست. محکم میپیچیم. این زاویه پیچه. یه ذره بیشتر گاز میدیم، میکشیم کنار. دنبال خروجی میگردیم. گاز میدیم، نگاه میکنیم ببینیم برای بیرون اومدن از پیچ اوضاع امن باشه. بعد با شدت گاز رو پر میکنیم. تا با حال هیچ کس اینطوری که تو الان در حین دور زدن برام تعریف کردی چی کار میکنی این کارو نکرده بود. فوق‌العاده بود. خب اندی خودش به تنهایی چطور رکورد میزنه؟ 5 4 3 2 1 برو. زود باش، این 4میه. مسیر رو انتخاب کن. ترمز بزن 3. به زاویه پیچ نگاه کن. یه پیچ اینجاست، ازش رد شو. فکر کرده کیه؟ چیپ نده؟ زود باش عزیزم. 120 125
واقعا باور نکردنیه. عجب حسی. 1 دقیقه و 32 ثانیه. 3 2 1. نمیتونم بذارم یه پلیس از من ببره. صاف میریم تو پیچ. درست در مسیر مستقیم 160 کیلومتر. حواستو جمع کن. مستقیم پر کن. خدایا. و این منم که از خط پایان گذشتم. خیلی خوب. شد 1 دقیقه و 28 ثانیه. یعنی 4 ثانیه زودتر از من. نتیجه باید هم همین میشد پسرم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که دفعه بعد بهتر میتونم. اینا 3 تا از ارزون ترین اتومبیل هایی هستند که امروز در بازار پیدا میشه. در ظاهر وجه تشابه زیادی با اتومبیل های گرون تر از خودشون دارن. اونا هر 4 طرفشون چرخ دارن. داخلشون صندلی هست و یه جسم گرد که ماشین رو تو پیچا باش میچرخونن. از نظر غیر حرفه‌ای ها تمام ضروریات رو داراست. اما من به این راحتی گول نمیخورم. واسه همینم است که الان اومدم ببینم این ماشینای کوچیک به کار من میخورن یا نه. ما الان تو دوره بی حد و مرزی زندگی میکنیم. آیا همچین موتورهای کوچیکی میتونن پا به پای سرعت دنیای مدرن امروز حرکت کنن؟ میتونن از نقطه A به B برن وقتی که A اینجاست و B اونجا؟ گذرگاه بدقلق، قله اورست جاده ها، خزیدن در ییلاق کمبری. این مسیر 1.5 کیلومتری یکی از پرشیب‌ترین جاده های انگلستانه با شیب 30 درجه. صدای نقشه بردارای محلی رو میشنوین که دارن تو دلشون میخندن؟ برای اینکه تست کنیم کدوم یکی از این ماشین‌های معمولی میتونن سریعتر به بالای این جاده غیر معمولی برسن، من 3 تا از دوستای گردن کلفتم آوردم. فقط برای اینکه حسابی از این ماشین کار بکشید. اول از همه پروتون ساوی. شما میتونین یکی از اینا رو با کمتر از 6000 تا بخرید. موتورش 1.2 لیتریه و کمک میکنه که برین جلو. سنسورهای پارک کردنش هم کمک میکنه که برین عقب. ساوی تو مسیرهای صاف 0 تا 100 تو 14 ثانیه پر میکنه. تو سربالایی خودتون ببینید. پس بریم. ما الان میفهمیم که کدومشون سریعتر به نوک قله میرسن. اونم با استفاده از 1 ثانیه شمار علمی که 1 ساعته که از آشپزخونه کندیم و چسبوندیمش به داشبورد. دنده یکو که جون میکنه. فیل وزنتو اونجا نگه دار. پت پت میکنه مثل اینه که بزنم رو شونت و بگم بیا بریم 2 ماراتون لندن. این قوی ترین ماشین اینجاست. 75 اسب بخار قدرتشه. میدونی چیش اونقدر هم بد نیست؟ تو 4.5 دقیقه حدود 1.5 کیلومتر میره. خوب دنده عوض میکنه. فرمونش هم خیلی خوبه. اونقدر هم که فکر میکردم بد نیست. خب الان کمک فنار زیر حد اکثر فشاره. ما داریم حالت تهوع میگیریم اما هنوز دود از موتوراش بلند نشده. ما تقریبا نوک قله این بچه ها. خب 5 4 3 2 1 رسیدیم. 1300 فوت قله رو فتح کردیم. بیگاری تموم شد. پس پروتون ساوی در 2 دقیقه و 48 ثانیه از خط پایان گذشت. شرکت کننده بعدی لطفا. هیوندای آمیکا با کمتر از 5000 تا میتونه مال شما باشه و واقعا خیلی دلاله اتومبیل رو وسوسه میکنه. بر اساس ارقام موتور 1.1 لیتری این باعث میشه که پروتون مثل یک موشک بالستیک به نظر بیاد. قدرت هیوندا 60 اسب بخاره. من حتی مطمئن نیستم که این تکون بخوره. با کمال تعجب آره تکون میخوره. کنترل ماشین یکم از ساوی بهتره. از ساوی کنتر و 0 تا 100 تو 15 ثانیه پر میکنه. یعنی 1 ثانیه دیرتر. اما من واقعا دارم زور میزنم. پام دیگه رسیده به کف ماشین. میتونیم باهاش 40 بزنیم. بزن بریم. خیلی خوبه. من با دنده 2 میرم. بیاین فقط با دنده 2 بریم ببینیم به کجا میرسیم. دیگه چیزی نمونده. عالیه. خب ما الان نزدیک قله ایم. دیگه تقریبا داریم میرسیم. آماده؟ زمان نگه دار. چقدر زمانش بود؟
3 دقیقه. 3 دقیقه؟ خب خیلی هم بدک نیست. خب پس 12 ثانیه دیرتر از پروتون. فقط یک شرکت کننده دیگه باقی میمونه. این یه ماشین میکرو MC2 ساخت یک کارخونه فرانسویه که با استفاده از تخصصشون تو صنعت فایبرگلاس قایق و کشتی میسازن. قیمتش 8000 پونده، در حالی که یه موتور 2 سیلندری 500 سی سی داره که قدرتش 21 اسب بخاره. 335 کیلو هم وزنشه. بیشترش هم واسه اینه که 2 سرنشین است، اما داخلش راحته. متاسفم رفقا، نوک قله میبینمتون. خیلی سر و صداش زیاده و داخلش هم خیلی میلرزه. اتوماتیکه، فقط میذاری تو دنده. من جرئت ندارم باهاش تو این پیچا 38 کیلومتر بیشتر برم. این در اصل خیلی تند و چابکه. وزنش احتمالاً از من و رادم کمتره. این تپه واقعا شیبش زیاده. ببینم دنده چندی؟ نمیدونم، چون فقط گذاشتمش تو دنده اتوماتیک. الان سرعتمون تا 17 کیلومتر در ساعت کم شده. ببخشید دن، اگه بهش گاز ندم نمیره بالا. خب تقریبا رسیدیم. الان میرسیم، چیزی نمونده. دن، زمانو نگه دار. این ارتفاع 1300 فوتیه. نمای قشنگی داره. آره داره. باید تقویممو چک کنم. به نظرم چند روز طول کشید. آره. در حقیقت 4 دقیقه طول کشید که MC2 برسه بالا. ماشین بیشیل پیله‌ایه که با گواهینامه دوچرخه هم میشه سوارش شد. اما اگه خواستین از سطح ها بریم بالا، بهتره که سوار پروتون باشید. صبر کن، اونا شبیه همونان، دوستامونن. آره خودشونن. اون پروتون ممکنه رو تپه خوب جواب بده، اما یه شب جانی تو بار بهم گفت که هیوندا آمیکا رو به پروتون ترجیح میده. گفت ماشین خوبی واسه سواریه. هی صبر کن، تو و جانی اسمیت توی بار موقع زدن لیموناد چینزانو راجع به هیوندا صحبت میکردین؟ درباره دخترها هم حرف میزدیم، مدل پاهاشون و حالا این جیسون پلاتو، سارا بینی و یه کامیون سنگین. سارا بینی سلام، چطوره؟ از دیدنت خوشحالم. ممنون. خب ماشینای سنگین و رویاهای کودکی. آره میدونی از وقتی 12 سالم بود فکر میکردم که اگه یه ماشین بزرگ رو تو جاده برونی احساس میکنی کنترل همه چیز دستته. اگه رانندگیتون به بدی من باشه، توی ماشین بزرگ و سنگین بودن خیلی باحاله. از این بزرگتر نداریم. یه ولوو گلاب تروتر 44 تانی، همش 175,000 پوند قیمتشه. من و سارا یاد میگیریم چطور برونیمش، بعدم با هم یه مسابقه مانوری میدیم. خب بله؟ بهتره یکم رانندگی کنیم. من یکم هیجان زدم. طبیعیه. اندازش اگه مناسبه؟ چپش کنم توی دردسر میافتیم؟ نه. قول میدی سرم داد نکشی؟ نگاه کن تا چونم اومده. اینجا باید یه جور اهرم باشه که ما بتونیم اندازش رو تغییر بدیم. اینجاست، پیداش کردم. خب تو دقیقا میدونی داری چی کار میکنی. من میرم و نیم ساعت دیگه میبینم. کمک! و کمک از آموزشگاه رانندگی ماشینای سنگین اومد. اندی کالت. 20 سال بود که منتظرش بودم. خیلی منتظر این بودم و باید بگم که واقعا معذرت میخوام اگه خیلی زود بی خیالش شدم. سرعتش چقدره؟ محدود شده به 90 کیلومتر در ساعت. فقط چند تا گاز بده و تمومه. خب این که 40 تن وزنشه ولی خوب راه میره مگه نه؟ آره. با سرعت 20 کیلومتر در ساعت میشه باهاش دور بزنی؟ البته. اگه بخوام صادق باشم باید بگم که روندنش راحته. منظورم اینه که فرمون تو دستته، نرم و راحت. بازدهی خوبی داره. ترمزاش اونقدر که فکر میکردم سریع عمل نمیکنن، ولی خب یه نرمی خاصی داره. شنیدم وقتی سوار کامیون هستی بیشتر از این که مهم باشه به کجا داری میری، این مهمه که کجا هستی. فقط به این خاطر که عقب ماشین با جلوی اون در حرکت نیست. بیشترم به سمت داخل میشکنه. حالا تریلی رو تو آینه پایین نگاه کن. آره فهمیدم منظورت چیه. میخوای ببینم چقدر پیچیده؟
من ماماس با خط سفید حرکت میکنم. عالیه. عالیه. به هر حال این رانندگی مستقیم و این چیزا آسونه. دور زدن یکم سخته، اما برای من دنده عقب رفتن کار سختیه. درسته. اگه میخوای تریلی بره چپ باید فرمونو بپیچی به راست، پس به سمت مخالفه، چیزی که ممکنه فکرشم نکنی. حالا خیلی سریع عکس العمل نشون داد. باشه پس صبر کن، اینوری میره، پس من میخوام حالا اینوری برم. به جهت عکس برو. اصلا به اون سادگی که به نظر میاد نیست. مسلماً نیست. معمولا میگن من تو دنده عقب سریعم، اما این یکم سخته، جدی میگم. ما الان داریم راهی رو که رفتیم برمیگردیم. چرا میپره؟ اتفاقی که افتاد این بود که تو با تریلی زاویه 90 درجه درست کردی و سعی کردی 44 تن هول بدی. هرس کامیون در اومد. آرومتر. این کامیون به درد نمیخوره. خب دنده عقب تموم شد. تایمر رو بیارین. لطفاً تایمر رو نیارین، این خیلی وحشتناکه. اول میدون مسابقه رو بر اساس مهارتامون مرتب کردیم. 2 مانع بزرگ اونجا سارا. اندی آموزش دهندمون مسیر مسابقه رو بهمون نشون داد. اول یه دور سریع تو دایره بالا میزنیم، بعد پارکینگ اول و بعد دنده عقب تو پارکینگ دوم. میخوای اول بری؟ باشه. خوبه؟ بدم نمیاد. رکورد زنیه؟ آره، یه ذره تفریحه. باشه. از این مدل خوشم میاد. دستت رو پنجره است. مادر کامیون سوارا. آره، یه بازی برنزه. خب سارا تو حاضری؟ عالیه، بزن بریم. پس حاضر باش. 3 2 1 برو. چه استارتی زد. اگه زمان بیشتری واسه خودم نگه دارم میتونم بیشتر اشتباهی دنده عقب برم، خیلی بیشتر. ممکنه به گریه ختم بشه. آها اینه، چون داریم رکورد میزنیم هیجانش خیلی بیشتره. به نظر بد نمیاد. سعی کن آروم و مستقیم بری داخل. 1 دقیقه و 15 ثانیه داخل جای پارک. خدای من چقدر تکون میخوره. باید دنده عقب بری. آروم آروم آروم. حواست به موانع باشه چون داری میخوری بهشون. بدک نیست. بچرخونش بچرخونش بچرخون بچرخون، سریع در حال حرکت، بچرخون. همینه. آروم آروم. دوباره صافش کردم. الان بچرخونش، سریع سریع. حالا خوبه. تونست. هی یه مقدار عصبی شده بودم ولی یکم کمک گرفتم. مرسی، بهت یه نوشیدنی بدهکارم. 3 دقیقه و 50 ثانیه. 3 دقیقه و 50؟ آره. فکر کنم خوب پارکش کردم. آره، سر بدون جاشه. اینکه مانعی تکون بخوره. هی آفرین سارا. چطور بود؟ کارت خوب بود. راستی کمکم نگرفتم. 3 2 1 برو. برو. خب 43 ثانیه گذشت. اولین بار پارک میکنم. آره، سعی کن تا جایی که میتونی کاملا صاف بری. ازش بخوان سیمان درست کنه، ببینیم اون موقع کی برنده میشه. تا الان 1 دقیقه و 20 ثانیه. دنده عقب کاریه که خیلی مشکله. دنده عقب برو. دنده عقب. سمت راستت یکم کجه. مواظب اون موانع باش که پشت چرخ عقبه. آره، یه مانع اونجاست. الان باید حواسم بهش سریع ردش باشه. کنی. باید سریع بکشی کنار. اون به طرز وحشتناکی خوب میره. نه اونوری نرو. گفتم اونوری نرو. من موانع رو تکون دادم. داخل پارکینگ رسیدیم. ای آروم پارک بدجنس. کن. گول زننده است مگه نه؟ سریع سریع داری میبازی. نه ما نمیبازیم. 6 دقیقه و 40.
خیلی خوب، 2 دقیقه و 35. آفرین. بی‌تعارف تو هم خوب رفتی. قبل از اینکه راننده ماشینای سنگین بشم باید بیشتر تمرین کنم. منم نمیتونم آجر روی هم بچینم یا گچکاری کنم. درسته، تعبیر منصفانه ای بود. پس تو رانندگی تو بکن، منم میچسبم به گچکاری و بنایی. موافقم. راسته یه سوالی دارم. فکر میکنم حرف مورد علاقت از الفبا 13 باشه. درست میگم؟ آره راست میگی. A B C D E F G H I J K L و M. 2 تا معنی بیشتر نمیده: سرعت و کنترل. این BMW 50,000 پوندی جدیده، مدل M3. بهترین ماشینیه که امسال به بازار اومده. از سقف سبک وزن فیبر کربنش گرفته تا دمش که به کف زمین چسبیده. جادوش اینجاست. یه موتور بزرگتر و جدید 4 لیتری 8 سیلندر که سبکتر از موتور 6 سیلندر قبلی درست شده. 420 اسب بخار قدرت داره. بیشتر از این که موتور باشه یه لابراتواره. جایی ساخته شده که BMW موتورهای فرمول 1 رو میسازه. حتی شمعاش هم 2 کاربرد داره. شمعای این ماشین حسگرهای میزان غلظت بنزین هم هستن. پردازنده موتور این ماشین میتونه 200 میلیون محاسبه در ثانیه رو انجام بده. فکر کنم برای بردن کاسپاروف تو شطرنج کافی باشه. و اینطوریه که این مدل تبدیل شده به پیشرفته ترین موتور دنیا. با 20% قدرت و 10% نیروی گشت‌آور بیشتر، V8 به M3 یه وجهه تنبل میده. به عقیده من یه همچین انتقال سرعتی خیلی ضروری به نظر نمیاد. فقط باید گازو تا ته پر کنی تا هیولای درونش رو بیدار کنی. دریچه بنزین رو تا نصف پر کنی. متوجه میشید چقدر حس خطرناکی بهتون میده. دریچه رو که کامل باز کنی پرواز میکنه. 0 تا 100 رو تو 4.8 ثانیه پر میکنه. این از پورشه 911 هم بیشتره و درست اندازه آودی RS4. انتهای سرعتش 250 کیلومتره. ولی اینکه چطور به این سرعت برسین بستگی به این داره که از دکمه قدرت استفاده کنین یا نه، که این در واقع قدرت شما رو زیاد نمیکنه بلکه سرعت عکس العمل دریچه های بنزین رو بالا میبره. حالا دکمه رو فشار میدیم در حالی که گاز تا نصف است. همه چیز ناگهان سریعتر میشه چون سوخت و هوای بیشتری داره وارد موتور میشه. اما سیستم کنترل شتاب این ماشین واقعا شگفت انگیزه. حالا که ماشین متوقف شده، در حالتی که سیستم کنترل شتاب روشنه، تیکاف میکنی. میریم برای یه دور بزرگ که ماشین خیلی سریع حرکت میکنه. قدرت افسار گسیختش باعث میشه که درجا بزنین. حالا اگر سیستم کنترل شتاب رو خاموش کنین و یه شروع دینامیک رو با کلی دور موتور، واو! چرخهای عقب الکی داغ میکنن چون هیچ چیزی نیست که قدرت این موتور رو کنترل کنه. حالا بزنم مدل داینامیک. حالا امیدواریم که با این بتونیم راه بیفتیم. راه میفته و میره. تنظیماتش بی‌نظیره، نه زیاده نه کم، درسته. کنترل شتابش حالا خیلی بهتر از وضع وحشتناک قبل و در جا زدن الکیه. اما به هر حال یه روزی باید خاموشش کرد. تنظیمات دیگه هم برای دنده داره. تنظیمات وزن و فشار فرمون که همه اینا رو میتونید تو دکمه M برنامه ریزی کنید و ماشین رو طوری تنظیم کنید که کاملا باهاتون هماهنگ باشه. و در مورد من همه چیز در بالاترین حد ممکن تنظیم شده. حالا یه ذره فرمونش به سمت بیرون سر میخوره، اما به محض اینکه دور موتور بره بالا برمیگرده سر جاش. الان که تندتر میرم حس فرمونم بهتر شده. تنظیمات فرمون رو حالت اسپورت گذاشتم. یک کم سنگین تره و بهتر جواب میده. قشنگ میتونم حس کنم که شاسی‌ها این زیر چه حالی دارن. ترمزا هم هر از گاهی یه صدای قژقژ میدن. چون یه سری دیسکای مسابقه‌ای روی این ماشین کار گذاشتن که برای پیچ و خم خیلی مناسبه، بدون مدار و خیلی هم موثرن. فقط یک کم قیمتش بیشتر میشه. البته با این امکاناتی که داره عیبی هم نداره.
ماشین تو دستتون زنده است و باعث میشه یه تست واقعی رانندگی داشته باشین و کلی هم لذت ببرین. حرف نداره. MTV ممکنه یکم از روزهای اولش بهتر شده باشه، اما زیر این ظاهر کاملش هنوز طعم یه روز سواری جنون‌آمیز رو زیر دندون آدم میاره.